السلام علیکم، خوش آمدید میگم شما را. در امروز نمینی ولاگ خو متر خبر استین. امروز 5 محرم است. خدای امام زمان دعاهای شما را قبول کنه، دعا و عبادات شما را قبول کنه، از مردنی شی دیگه. متر سر صبحگاه بوده که رفتم طرف خنیق سرخ چرکنا صلوات داشتک، پیسه گرفتم رفتم طرف میدان شهدا برای سبزی. خلاصه اونجا رفتم سبزی گیرن نماد دیگه. سبزی هایش بود یک رنگ سبزی که خاص برای اش سبزی می آورد، ما پیدا نتونستم، زیاد گشتم. از بعد بچه سرخ را گرفتم رفتم در طرفای زمینای حسین که برمزونج بیرم. خلاصه دا اونجا هم گیر نتونستم دیگه. از گرمیشی بگم دیگه امروز چیز گرمی بود، سرگردانم زیاد سرگردان شدم. رفتم تمام جای را گشتم پیدا نتونستم از سبزی. بس موتر باقی سبزی هایش را گرفتم دیگه. در درمیان که ناسوزی را بریم تیار میکرد، ما رفتم در طرفای کشتکار شی دیگه. ماشالله نام خدا با اینجان سیا قنجگی شمله مرچ فول زبردست میتر رسیده دک دیگه. دستیم بند بودک دیگه چیزایش را برشم ویدیو گرفته نتونستم. از بعد رفتم در دیگه چردولیش که اونجا برم شاید سبزیش گیر باید، بس اونجا هم گیر ارده نتونستم. رفتم طرفی بشیر تاون که اونجا گیر باید، بس هم خلاصه دیگه اونجا هم گیر نماد. امروز دیگه زیاد سرگردانش دیگر میم بودک دیگه. رفتی در طرف خانه امو سبزیاش که گرفته نار تیار کردم، قنجک پیاز میاش شیره. بس همه میتت در میانی کار بوده که برای ما جای شما خالی آیس کریم ارده که آیس کریم بخورین که گرمیه، کم فرش شنید، کم دست خو جلدی جلدی شور بدین دیگه. هم روغن ما سرخ شد، بلش پیاز خندست کدی، بس هم سیردرک رندست کدی. در جای ټماټر ما روبی خانگی انداختم، چرکی روبی خانگی برای لوابیاش فول زبردست است. لوابیاش فول مزدار نه خوب شمونه. بس هم ترمینگن لواب از ما تیار شد. آل دبلیش کسته لوبیا قنجکی نخوچ را اضافه منی دیگه. لوابیاش من تیار شد، نال برای آش کسته و میلی دیگه. باز من در میانی کار ما برای مو میوه ورده گفت بخورین گرمیه. بس هم اموتر آش خوره کسته دا بلی آوشی اندست کدم تا که خوب دم خوب بگیره، تا که دعا موا خانده میشه خوب سه دم خوب بگیره. خلاصه ما امروز دعا خانده نتونستم چرکی دا پیشتیک بودم. خود دیگه خدا مارم دا ثواب شی شامل کنه دیگه. مو ترمین گرنین دیگه از مو تیار شده گاش مو جایش مو دوستا خالی دیگه. اگر یکو سوال داشتین میتونین در کامنت که است از ما سوال کنین، از ما پرسان کنین. خلاصه هر چیز گفتنی بدین یا سوال داشتین میتونین دیگه. تا ویدیوی دوباره رد که خداحافظ.